102 سال پیش، در روز 28 ژوئن سال 1914 میلادی، یک تروریست سرب ولیعهد امپراتوری اتریش و همسرش رو در شهر سارایو به قتل رسوند. این واقعه موجب آغاز جنگ بزرگ شد. شاید زمانی که گاوریلو پرنسیپ 19 ساله اقدام به قتل ولیعهد پادشاهی اتریش مجارستان و همسرش میکرد، هرگز نمیپنداشت که این امر آتش جنگی ویرانگر به نام جنگ جهانی اول را در تمامی دنیا روشن کند که حتی خاکسترهای آن جنگ جهانی دوم را نیز موجب شود. در 28 ژوئن 1914 میلادی، آرشیدوک فرانتس فردیناند، وارث تاج و تخت پادشاهی اتریش مجارستان و همسرش سوفی خوتک در سارایو توسط گاوریلو پرنسیپ 19 ساله، یکی از گروه 6 نفره تروریستا کشته شدند. هدف سیاسی از این ترور قطع کردن ارتباط امپراتوری اتریش مجارستان با استانهای اسلاف‌های جنوبی بود تا زمینه الحاق استانهای مذکور به یوگسلاوی فراهم شود. اما آتش جنگ جهانی اول را روشن کرد که در آن میلیون‌ها نفر کشته شدند. گاوریلو پرنسیپ با هدفهای سیاسی و تحت نظارت رئیس اطلاعات ارتش صربستان عملیات ترور را انجام داد. پس از اتمام کار سعی کرد خودکشی کند، اما موفق نشد. او و همدستانش دستگیر شدند. سوفی و آرشیدوک فردیناند را به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاش‌ها برای زنده نگه داشتن آنها بی‌نتیجه بود و هر دوی آنها به سرعت و یکی پس از دیگری جان باختند. گاوریلو پرنسیپ در 25 ژوئیه 1894 به دنیا آمد و 28 آوریل 1918 در 24 سالگی از دنیا رفت. او یک ملی گرای اهل سرب بود. او پس از این قتل در دادگاه به علت سن کم از مجازات اعدام جان به در برد و به 20 سال زندان محکوم شد. اما 3 سال و 10 ماه بعد در اثر بیماری سل ناشی از شرایط بد زندان درگذشت. اگرچه گاوریلو پرنسیپ این سوءقصد را با اهداف ملی گرایانه انجام داد، اما عواقب آن تمامی جهان را در بر گرفت. اقدام او نه تنها آتش جنگ جهانی اول را روشن کرد، بلکه با باقی گذاشتن اختلافات ناشی از این جنگ زمینه ساز جنگ جهانی دوم نیز شد.